و مادرم به کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی می دوزی بس نیت، که روزی توی دیده در قدیمان بشکنی ارمان، ببینی تا برنگی نو به حسنی نوجوانیت، با آن دستان لرزانی شرفمندت بمیرم من. نیابد چشم کم بیند بجستن چشم سوزن را، بلرزد دست پر اعجاز تو در قبضه پیری، ولیکن باز می دوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیایی است دنیای امیدی تو؟ ایا مادر، ایا مادر، نهانی پردگی بگذشت دورانی جوانیت، حیاتت با گسیل و پیشوازی زندگی طی شد. بکن با گوشه قرصی سفیدت پاک اشکت را، به دنیا آدمی یک بار می آید به پای خود. به آهی تابناکت از کجا عکسی صدا جویی؟ ایا مادر، ایا مادر، نرفتی بیرون از یک ده، ندیدی روی عالم را، بگردی خیش گویا چرخ گشتی زندگی کردی، بگردی ده گویا دامنی گردم بچسبیده، تو را بربست راه و نیتی عزمی جهان گردی. چی دارد عالمی در خود نهانی تو؟ ایا مادر، ایا مادر، خدا گفتی و آیت خواندی و تعبیرها جستی، تو دایم هفت یک ماندی به زیر بالینی کودک، که شاید طفل بیباک و دلیر و قهرمان گردد. دلی پیغمبران غنجد درونی سینه کوچک، درونی کلبه پستی نظرناگیری پر از دود، به حکم قرض انسانی جهانی را بگنجاندی. شبانگه میجه تهنا کرده پختی کلچه شرمال، سحر فرزندهایت را به میدانها گسیلاندی، شرف اندوختی از جانفشانی های فرزندان. ایا مادر، ایا مادر، ببینی خواب شب فرزندهای مرده خود را، بیابی صحنه دیدار بینی های روحانی، به نزد آستانت دام ماند سایه مرگت، تو را خواند به سوی عالم و تاریک ظلمانی. مترس از مرگ، آخر بی زوالی تو. ایا مادر، ایا مادر، هزاران مرگ را، اندوه و غم را پشت سر کردی، نخوردی و نپوشیدی و با صد رنج پروردی. مرا بگرفته زیری پر برای آن که در من زنده و خاطر ببینی باز، همان صیادهای سیر گشته رفتگانت را شدی خونی جگر مادر. کنون امروز فرزندت جگربندت هنر آموخت، که یابد نان بی منت، به نام دفتری بکشاد دعای خیر گو مادر، که او با نام تو بر راه جستن قدم بنهاد، و را تو مغفرت کن، رهنمایی کن. ایا مادر، ایا مادر، ز لبهای فرو رفته ز آژنگی پر اسرارت، اگر دورم اگر نزدیک خوانم پندی ناگفته، چه شد از آن گلی که زیب یک کاکل شد و افتاد، ثنا بادا به آن گل که برای دهر بشکفته. تو آخر ابتدای ابتداهایی. ایا مادر، ایا مادر، تو حالا در دم پیری نفسهای غنیمت را به نقش گل بروی سوزنی ها ثبت می سازی، درخشی آخرینی چشم خود را در دلی شبها برای صبح فردا هدیه می سازی. سرافرازی
گل و نور و شرافت یادگار است تو. ایا مادر، ایا مادر، سرودی حزن‌انگیزی قدیمی را نخوان مادر. دلت را با سرودی اولینی من دمی افروز. اگر دسترخوان و جامعی نو دوزی با امید، نه تنها بهری من، بهری همه فردایان هم دوز. غنیمت دان نصیبی واپسینت را، سلامت باش ایا مادر، ایا مادر.